یا رب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت. یا رب سببی ساز، یه طوری زمینه رو بچین که یار من به سلامت برگردد و من رو از این گرفتاری به ملامت رهایی کن، ببخشد. خب ملامت رو چند غزل قبلم داشتیم، یه اشاره من بهش کردم، ولی اینجا حالا بهتر باید بگم که با اینکه ملامت یعنی سرزنش، ملامت، ولی من احساس میکنم که در بعضی جاها حافظ ملامت رو به معنای ملالت آورده، یعنی دلتنگی. اینجا هم بیشتر این معنی میده، من رو از بند دلتنگی رهایی ببخشه، نه اینکه از بند سرزنش رهایی ببخشه، چون هیچ ارتباطی به سرزنش پیدا نمیکنه. یارش رفته سفر و حالا دعا میکنه که یارم برگرده من از این دلتنگی نجات پیدا کنم. به خاطر همین من فکر کنم که تا اونجایی که به ذهن من میرسه ملامت رو حافظ در معنای ملالت یعنی دلتنگی حداقل بعضی جاها به کار برده. بله. خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. میکروفون اگر استفاده کنیم بهتر میشه. خاک ره آن یار سفر کرده بیارید، از خاکی که اون یار پاش رو روش گذاشته از اون خاک بیارید تا اون رو چیکارش کنم من؟ سرمه چشمم کنم تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. چشمم که با این چشم ها دنیا رو میبینم، چشم جهان بینه، این خاک رو بذارم روی چشمم. ما الان هم میگیم که مثلا کسی میخوایم خیلی حرمت کنیم میگیم قدم روی چشم ما گذاشتی یا قدم روی چشم ما بگذار. این مفهوم رو داریم. اینجا هم میگه که من خاک رو روی چشمم میذارم، اینقدر حرمت براش قائلم. بله. فریاد که از شش جهتم راه ببستند، آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. بله، فریاد که از شش جهتم راه ببستند. اینجا این میمه باز به اون راه برمیگرده. فریاد، داد، بیداد که از شش طرف راه من را بستند، راه هم را بستند. از شش جهت این میمه میره به راه میچسبه. راه هم را بستند. خال که مشخص معنیش. خط یعنی چی؟ نه. خط، موهای تازه رویده شده روی گونه رو میگن خط. این از عوامل زیبایی شناسی بوده، یکی از فاکتورهای زیبایی بوده در گذشته. خط، این موهایی که روی گونه میرویده، این خوششو میومده، گفتن زیباست. خال، خط، دیگه از عوامل زیبایی چی؟ زلف، آخری هم قامت. این 4 تا قد بلند خب از عوامل زیبایی شناسی بوده. یه رخ داریم، یه عارض. من سالها پیش، سال حدود فکر میکنم 90، خیلی گیر داده بودم به این که این رخ با عارض چه فرقی داره. اینو از یکی از دوستانم که در فرهنگستان زبان آدم فارسی هم بود گفته بودم که اینا شاهد مثالهاش رو برای من بده. اونا چون یک پیکره‌ای دارن که کل ادبیات فارسی رو اونجا دارن، شاهد مثالهایی که رخ و عارض درش اومده بده تا من این رو بتونم در بیارم. دیگه متاسفانه فرصتم نشد که بتونم این رو به صورت یک مقاله در بیارم و ببینیم که رخ با عارض چه فرقی داره. رخ، حالا اون چیزی که الان به ذهن من میرسه فی‌البداهه بهتون بگم و از اون چیزی که استنباط من هست میگم اینه که رخ رو شما میگید چی؟ میگید چهره. عارض رو هم میگیم چهره. ولی این دوتا باید 2 چیز باشد، چون گفته 6 جهت، یعنی 6 تا. این زلف و زلف، قامت، ابرو، خط، خال، اینها همه چیزهای مختلفی هستن. نمیشه
دوتاش یه معنی داشته باشه، باید دوتا معنی مختلف داشته باشه. حالا اون چیزی که من خدمتتون میخوام بگم اینه که رخ یعنی قیافه طرف از بغل، از کنار که نگاه میکنی این میشه رخ، از روبرو که نگاه میکنی این میشه عارض. بعضی هستن روبرو نگاه میکنی خوشگلن، از بغل نگاه میکنی زشتن. نیست دیگه، اینجوری هست دیگه، نیست؟ یعنی قیافش از روبرو قشنگه، از بغل خیلی چهره زیبایی نداره. من به نظرم میاد که اینجوریه، چون رخ اصلا یعنی نصف چهره. پس نیم رخ غلطه. نیم رخ که اصلا غلطه. کل صورت میشه دو رخ که چندین بار ما در همین حافظ و در جای دیگه داشتیم که اشک از دو رخش میاد. دو رخ یعنی کل صورت. این کل صورت میشه دو رخ و رخ میشه نصف چهره. به نظر من اینه که وقتی رخ و عارض رو میاره یعنی این هم از بغل قیافش قشنگه، هم از روبرو نگاه میکنی قشنگه. فعلا من این به نظرم میاد. حالا دوستانی که اهل تحقیق هستن میرن تحقیق میکنن. رو و آبرو نمیشه مثلا؟ اصلا دقیقا رخ معنای نصف صورته. اگر شما بگید مثلا خب بگی که نصف صورتش قشنگه کل صورتش هم قشنگه، معنی نمیده. یعنی چی نصف صورت؟ ولی اگر من اینطور برداشت میکنم که این میتونه معنی بده، حالا ممکنه یه نفر بعداً بره پیدا کنه که نه رخ اصلا رخ به معنای چهره است، عارض به معنای یه چیز دیگه است. اصلا عارض یه مفهوم دیگه ای داره که ما همیشه چهره معنی کردیم. متاسفانه تا الان کسی این تحقیق رو تا اونجایی که من اطلاع دارم نکرده که بره فرق رخ و عارض رو پیدا کنه. ولی حالا من فی البدایه هنوز این رو میگم تا بعداً برن تحقیق کنن ببینیم که چه فرقی میکنه. پس گل رخ با گل چهره معنیش فرق میکنه؟ رخ یعنی نصف صورت. گل رخ یعنی نصف صورت. آره رخ یعنی نصف صورت. یعنی اون نصف صورت که کامل بعد باید بگیم نیم عارض. از این بعد باید بگیم نیم عارض. نیم عارض و عارض. بله بفهم. من داشتم امروز که در دست تو هم مرحمتی کن، فردا که شدم خاک چه سود اشک ندامت. فردا که شدم خاک چه سود اشک ندامت. زود نخونید به مثنوی نمیرسیم. ببین امروز میخوایم مثنوی بخونیم، باید سریع بخونیم که مثنوی رو برسیم. امروز که در دست تو هم مرحمتی کن، لطف کن به من، محبت کن. فردا که شدم خاک چه سود اشک. فردا بیای سر خاک من اشک بریزی چه فایده ای داره؟ حسرت بخوری، ندامت بکشی که من اون روز به این محبت نکردم. بله؟ ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق، ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت. خیلی طنز جالبی داره این بیت. میگه ای آن که به تقریر یعنی بیان کردن، به زبان گفتن. میگه ای کسی که میخوای راز عشق رو در کلام، در سخن بیان کنی. راز عشق رازی نیست که بشه با کلام و بیان کردش. عشق رو باید درک کرد. یعنی شما از هر کس بپرسید عشق چیه، عشق رو نمیشه معنا کرد. بیاد برای شما میگه هر وقت آنگه که شما شوی بدانی، هر وقت تو هم عاشق شدی میفهمی عشق یعنی چی. وگرنه اینکه بیاد توصیف کنن، تعبیر کنن، معنا کنن در سخن، این امکان نداره. اینجا حالا به افرادی که میخوان به کلام در بیارن میگه ای آن که به تقریر رو بیان دم زنی از عشق، میخوای عشق رو بیان کنی. ما با تو نداریم سخن، ما حرفی با تو نداریم. خیر و سلامت، به سلامت، خداحافظ، برو دنبال کار خوده. به طنز گفته بهش برو دنبال کاره. بله. درویش مکن ناله ز شمشیر احبا، کین طایفه از کشته ستانند غرامت. بله احبا. درویش مکن ناله ز شمشیر احبا، از شمشیر دوستان ناله نکن. اینجا درویش حالا خودشو داره میگه شاعر. ای فقیر، ای عارف، ای صوفی، ای درویش، ناله نکن از شمشیر دوستان. دوستان اینجا یعنی عرفا در هست.
عارفان اگر به تو زخمی میزنن در راه عشق، ناله نکن این طایفه از کشته ستانن غرامت. کسی رو که میکشتن باید دیه‌شو میدادن، باید غرامت میدادن، ولی این طایفه برعکسن، کسی رو که میکشن ازش غرامت میگیرن. این معشوقا، این احبا اینجوری هم، باید حواست باشه. بله. در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی، بر می شکند گوشه محراب امامت. در خرقه زن آتش، برو این خرقه رو آتش بزن. خرقه لباس صوفی است دیگه، برو این خرقه رو آتش بزن. این هیچ ارزشی نداره در مقابل معشوق، زیرا خم ابروی معشوق، اون خمی که ابرو داره، در مقابل محراب قرار داده. بر می شکند گوشه محراب امامت. محراب امامت، اون امام جماعتی که اونجا وایساده و مردم رو میخواد ارشاد کنه، اون رو از رونق میندازه، اون رو به کنار میزنه. هیچ ارزشی در مقابل رخ معشوق یا خم ابروی معشوق نداره. حالا اینو یه جور دیگه هم میشه معنا کرد که به نظرم اینم قشنگه. حالا خیلی به این اشاره نکردم، ولی اینم من به شما میگم، فکر میکنم جالب باشه. در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی، بر میشکند گوشه محراب امامت. این گوشه محراب امامت خود ابروه، اینم میشه. وقتی که ابرو شکسته میشه، انگار که یک محراب اینجا به وجود میاد. یعنی بگیریم ابرو رو، خودشو بگیریم محراب. برو این خرقت آتیش بزن، زیرا ابروی معشوق وقتی شکن درش به وجود میاد، ابروش رو میشکنه و حالا با اون شکل خاص نگاه میکنه، انگار این قبله ماست، انگار این محراب ماست. این هم باز یه معناییه. حالا تونستید به کنه معناش دست پیدا کنید، این هم یه معنای ایهامی داره. بله؟ یعنی کنایه از خوشحال شدن یا؟ نه، کنایه از خوشحال شدن معشوق وقتی ابروش مثلا اتفاقا به نظرم کنایه از اخم کردنه. ابروشو میشکنه، یعنی که ابرو که میشکنه آدم اخم میکنه. آره، اخم کردنه. میگه وقتی که اون اخم میکنه، میگه خرقت آتیش نزن، میگه خرقت آتیش بزن. میگه برو اون خرقه رو، نه میگه خرقه رو، میگه در راه معشوق این خرقه صوفیه ارزشی نداره، باید اینو دور بندازی. خرقه آتش نه یعنی بندازش دور، بی ارزشه. چرا؟ چون محراب اصلی خود ابروی معشوقه. این معنای دومی که گفتیم اینها. محراب اصلی ابروی معشوقه. این خرقه برای محراب ظاهریه، بری اونجا نماز بخونی. ولی خرقه رو آتیش بزن که محراب اصلی خم ابروی معشوقه. این یه معنا. یه معنی این که دیگه که این که خرقه رو بنداز کنار، دور کن، آتیش بزن، زیرا که ابروی معشوق ارزش اعتبار محراب از بین برده. بنابراین تو باید بذاری کنار خرقه رو که باش میرفتی نماز میخوندی، بیای نماز بخونی برای معشوق. همچین چیز. حاشا که من از جور و جفای تو بنالم، بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت. حاشا، دور باد. یعنی هیچ وقت من از ستمی که تو به من میکنی، جور و جفایی که تو به من میکنی، من ناله نمی کنم. چرا؟ چون بیداد، ظلم، زیبارویان، معشوق، لطیفان، اینها همش لطف و محبته. یعنی حتی اگر به ما ظلم هم بکنن، ستم هم بکنن، اذیتمون هم بکنن، ما این رو به حساب محبت میذاریم. بله؟ کوتاه نکند بحث سر زلف تو حافظ. کوتاه نکند بحث، درسته، کوتاه نکند سر زلف تو حافظ. پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت. بله، بحث سر زلف تو رو حافظ کوتاه نمیکنه، تمام نمیکنه، قطع نمیکنه. چرا؟ پیوسته شد این سلسله. این سلسله یعنی زنجیر. این زنجیر یعنی بحث سر زلف تو. بحث درباره زلف تو تا ابد جریان داره، اینقدر که بحث زیباییه. حالا این پیوسته هم باز ایهام داره. پیوسته خود به زلف هم میتونه برگرده.
زلف تو اونقدر بلنده که تا همیشه میتونه ادامه پیدا کنه. این معنی هم میتونه باشه. بعد دوباره سلسله که معنای زنجیره به معنای خاندان هم هست. این خاندان تا قیامت ادامه پیدا میکنه که باز خاندان عشق میتونه باشه. وقتی که دقت میکنید میتونه معانی بسیار مختلف و ایهامی رو ایجاد کنه. خب خسته نباشیم، یه استراحتی کنید و بریم سراغ مثنوی معنوی.